سالیانی دور وسط یه جشن، گیو گرفت جام شراب و تو دست، به رستم گفت بیا بریم شکار تو دشت شکار افراسیاب. رستم خندید و گفت چرا که نه. زندگی دو روزه با ستاره شم، رفتن رستم و پهلوانا، رقص و آواز و خنده تو را، تا که رسیدن به دشت افراسیاب. یه هفته شکار و بخور بخواب. افراسیاب، آخ آخ افراسیاب. افراسیاب تا که فهمید گفت همین الان باید لشکر کشید. کاووس به رستم پشتش گرمه، رستم و بکشیم بقیهش حله. لشکر کشید اومد سمت رستم، دیده بان اومدش گفت به رستم. رستم گفت بابا نگران نباش، بزا بریزم برات یه پیاله شراب. اصلا من تک بابا بگو اونا همه، میکشم همشون و خوراکمه. یه روز شد دو روز شد 3 روز، رستم اصلا نیاورد به روش. افراسیاب رسید به دشت، سخته بکنی باورش یکم، ولی این 7 گرد با رستم آخر کار همه رو کشتن. سلامتی رستم و 7 گردان، سلامتی پهلوانای ایران.